سلام. تا حالا شده یه فیلم ببینی و بعدش فقط زل بزنی و به دیوار بگی چی شد الان؟ تو این ویدیو قراره 5 تا فیلم خفن معرفی کنم که ذهن تو حسابی درگیر میکنه، همونا که تا چند روز بعدش هم هنوز تو فکرشی. پس آماده اید؟ بزن بریم. خب رفیق، یه فیلم فضاییه، ولی نه فقط فضایی. این فیلم نولان اومده که عشق و زمان و فیزیک و کوانتوم و مرگ زمین رو با هم قاطی کنه، همه رو بریزه توی داستان. خلاصش اینه که زمین داره نابود میشه و یه تیم فضانورد باید یه سیاره دیگر رو پیدا کنن برای ادامه زندگی انسان. نقطه قوتش چیه این فیلم؟ از موسیقی حرفه‌ایش که قلبتو میلرزونه تا بازی فوق‌العاده متیو، صحنه دیدار دوباره با دخترش، اون لحظه‌هایی که اشک رو چشمات جمع میشه. اما نقطه ضعفایی هم داره. شاید برای بعضیا زیادی علمی باشه که حوصله فیزیک و تئوری رو نداشته باشن. اگر حوصله داشته باشی، این از اون فیلماییه که بعد تموم شدنش یه ساعت فقط ساکت میمونی و زل میزنی به دیوار. این یکی خیلی خاصه، ساخته دنی ویلنو با بازی جک جینهال که نقش 2 نفر بازی میکنه. یه آدم عادی که یهو میفهمه یه نفر دیگه که دقیقاً شبیه خودشه توی همین شهر زندگی میکنه. فیلم خیلی کند و مرموزه، از همون اول حس میکنی یه چیزی درست نیست. تصویرها زردن، فضای فیلم خفه است و آخرش یه پایان عجیب که هنوز سرش بحث و دعوا دارن. نقطه قوتش فضاسازی، حس تهدید، شک و دیوونگیه. نقطه ضعفش هم اگر دنبال فیلمای روشن و واضحی، این اصلا به دردت نمیخوره. آخرش رو حتی باید بری تئوری بخونی که بفهمی چی شد. واقعا پیچیده است این فیلم. نوبتی هم باشه، نوبت این شاهکاره، همون فیلم معروفی که خواب تو خوابه. نولان شاهکار میکنه. لئوناردو دیکاپریو یه تیم جمع میکنه که وارد خواب مردم شه و یه ایده بذاره تو ذهنشون. هر چی جلوتر میره نمیفهمی واقعیت کجاست، خواب کجاست. هر بار که میبینی چیزای جدیدی کشف میکنی. نقطه قوت این فیلم، فیلمنامه خفن، جلوه‌های ویژه خفن، ریتم سریع و هیجان انگیز بودنشه. نقطه ضعف شاید فقط برای اولین بار یه کوچولو گیج بشی، ولی بعدش فقط میخوای دوباره این فیلم رو ببینی و اون پایان معروف که هنوز معلوم نی اون فرفره داره میچرخه یا واقعی بوده یا خواب. یکی از عجیب ترین فیلم های اسکورسیزی. دیکاپریو نقشه مارشال فدرال رو داره که میره یه تیمارستان توی یه جزیره دور افتاده که دنبال یه مریض گم شده بگرده، ولی کم کم خودش گیر میفته. فیلم پر از فلشبک، توهم و سواله. آخرش یه پیچ داستانی داره که واقعا دهن آدم رو میبره. نقطه قوت فیلم، داستان قوی، فضاسازی خفن و دیالوگ آخر فیلم که میگه ترجیح میدی مثل یه هیولا زندگی کنی یا مثل یه آدم خوب بمیری. نقطه ضعفش شاید برای بعضیا زیاد سنگین باشه یا فکر کنن تهش قابل حدسه که اینطور اصلا نیست. این فیلمو خیلیا نمیشناسن، ولی یه جواهره. با بودجه خیلی کم ساخته شده، ولی داستانش قشنگ مغزتو منفجر میکنه. داستان چند نفره که شب مهمونی، بعد یهو برق میره و یه شهاب رد میشه. از اون لحظه بعد انگار دنیاهای موازی وارد بازی میشن، خودشون رو میبینن و تصمیمشون تغییر میکنه. همه چیز میریزه به هم. نقطه قوت این فیلم، سناریوی ناب، پیچ‌های داستانی بدون نیاز به جلوه‌های ویژه. از اون فیلماییه که آخرش فوراً میری تو گوگل میزنی تا ببینی چی شده. نقطه ضعفش هم اگه با فیلم‌های مستقل و بدون اکشن مشکل داری شاید جذب نشی، ولی اگه دنبال ذهن پیچاندن باشی فوق‌العاده است.